از فیسبوک یه برداشته آورده تو منابع انسانی ما انجام میده. PS5 داریم. من توی آخرین سازمانی که بودم تنها چیزی که داشتم یه دونه خواب نیم روز داشتم های مافیا. نیم ساعت همه باید بخواد یا اینکه کلا کار شرکت نداشته بود. یعنی کار شرکت می‌کرد من گفتم باید توضیح بدیم. دومی این بود که هر کسی توی گوشیش گیم بازی کنه اندازه نیم ساعت، یه ساعت هر چقدر همونقدر اضافه کاری کنه. خدا شده یک نفر واسه نمی‌کنه. خیلی عجیبه. و خدا نگاه می‌کنه. بعد من توی سازمانی که وارد شدم عنوان مدیر معاون خلاقیت وارد میشم. خلاقیت با سلیقه مدیر عامل خیلی فرق داره. من یک قرارداد خیلی ترسناک با مدیر عامل می‌نویسم که نتونه من رو بذاره کنار. و می‌افتم تو سازمان برمیگردم. شاید اول فکر من هیچ کاری نمی‌کنم. ولی اینکه من اسباب بازی‌ها می‌برم سازمان با همه صحبت می‌کنم، دستم این کارش می‌کنم، پویا درگیر مالیه، بله. همین چند